SNID 2025 که با ما جدید میشه وقتی که ما روز پنجشنبه و یا روز جمعه صبح وقت از PPO یا DPO راپور خود میگیریم. او را باز وقتی که ما بررسی میکنیم، بعد از او که خلاص شد دور در این سیستم وارد میکنیم، بعد از او ما این را انتخاب میکنیم. فعلا ما ترینینگ داریم، ترینینگ OPV. اینجا وارد میشیم، فرم انتخاب میکنیم SAPCA SIAPCA وارد میشیم. اینجا مثبت که ما زدیم select campaign from، اینجا ما انتخاب میکنیم یک دانه است اتومات میایه. خب اوکی که کردیم با ما یک صفحه دیگه باز میشه. این تاریخ است که ما وقتی که دیتای خود داخل میکنیم اتومات اینجا داخل میشه که فقط سرچ کلیک کنیم و اوکی بگوین اتومات خودش داخل میشه. خب و ساحه را اینجا با ساحه دیگر کس این لاک است، این اتومات از سیستم خانه پوری شده می باشد. و اینجا کلاستر کس اینجا ما کلاستر را وارد میکنیم. مثلا با ما 4 تا 5 تا کلاستر است اینجا، اونجا بعضشان 4 تا کلاستر دارن، بعضشان 3 تا کلاستر. کلاستر را که شما به روز دیدین اونمو کلاستر را انتخاب میکنین. بعد از او ویزیت دیتا که میاد، ویزیت دیت این کس اونمو تاریخ است که اون تاریخ شما در مسافر رفتید. این را اتومات شما انتخاب میکنین. تیم نمبر که شما انتخاب میکنین، تیم اول است، تیم 2 است، تیم 3 است، تیم 4 است. فقط یک انتخاب میکنین، مثلا تیم 2 را. تیم 2 را که انتخاب کردین، ویلیج نیم سابق ما سر کت فارسی در فرم نوشته میکردیم که فلان آدرس ولی اینجا باید به انگلیسی نوشته شود چون دیتای ما کاست هیچی را قبول نمیکنه فارسی را، کیبورد فارسی را. مثلا یه ورقه ایموجی و ایموجی کیبورد خب ویلیج نیم مثلا ما انتخاب میکنیم قلعه نجارا، مکتب شخصی، همین تو یک چیزی نوشته میکنیم. آدرس که همونجا در راپور تا آدرس ها نوشته است. خب نام مانیتور، مثلا 911 من خودم مانیتور 11 هستم، پی سی یا ناهی فقط نام بار نوشته میکنیم. نام تان که اینجا وارد کردین فقط نام فول تان نوشته میتونه اینجا. خب بعد از او این نمبر و ویزیت هاوس که است ما اتومات 10 دانه خانه را ما میبینیم. نام چک لیست با ما 10 دانه خانه میتن، 11 تا 12 تا نمیشه، اونمون 10 خانه را باید مکمل ببینیم. و یک هستن کسانی که مهاجر هستن و دیگر هستن او اینجا رسیده میشه، ولی ما اینجا مهاجر در خیرخانه نداریم. ایران 0 میگیریم، ایران 0 میگیریم. اینا HRM که هست اگر ما مهاجر داشتیم 2 خانه یا 3 خانه مهاجر داشتیم او را نوشته میکنیم اینجا باز اتومات 7 نوشته میکنیم چون 3 خانه در چی حساب میشه. باید اتومات اگر هیچ مهاجر نداشتیم این را 10 میگیریم. اینال اینجا ما شروع میکنیم توتال چیلدرن از 0 تا 59 ماه، از 90 تا 5 سال. اگر ما تعداد 20 بگیریم و اونجا ما واکسین کرده باشیم 22 تا 23 تا را این سیستم قبول نمیکنه. ما در 10 خانه مثال ما 30 تا طفل دیدیم زیر سن 5 سال، 90 تا 5 سال این اینجا میرسانیم. اینال اینجا که هست طبقه ذکور است، میل است نی؟ میل است. از 90 تا 1 سال تا 11 ماه او در اینجا نوشته میشه. اونجا نوشته هم از 0 تا 11 ماه 90 تا 1 ساله او در اینجا نوشته میشه. مثلا ما 2 تا طفل 90 تا 1 ساله دیدیم، 2 تا طفل اینجا میگیریم آیا آنها واکسین شده بودن؟ هر دویشان که دیدیم تصدیق کردیم اون مطابق اون چک لیست او را اینجا باز هم میرسانیم. و یک کس از 1 ساله تا 5 ساله او در اینجا رسیده میشه طبقه ذکورش. مثلا ما 5 تا طبقه ذکور 5 تا اینجا دیدیم، 5 تا طفل دیدیم، 5 تا طفل 5 واکسین شده بود. و در فیمیل میایم، فیمیل از 90 تا 1 سال طبقه اوناس چند تا بودن. مثلا ما این میگیریم در 10 خانه 3 تا طبقه اوناس بود که سنشان از 1 سال پایین بود. هر 3 شان واکسین شده بود، 2 تاش واکسین شده بود. درست است؟ کسی بود تا اینجا مشکل نداره؟ محترم شما مشکل نداریم؟ درست است. از 12 تا 59 ماه، از 1 سال تا 5 ساله طبقه اوناس چند تا هستن؟ مثلا دیدیم 7 تا را. نه مهم دانه که منگا شل دیش ماشوما نتری که مکمل دیش ماشوما نمانگا دیدی. زیاد باید نہیں که دیشو که 2 زیاد نہیں. او که دیش کمی خو زیاد نہیں.
ځکه ماشوم کېدای شي وایي درته کورکوناني درته وایي موږ لس ماشومان لرو اول تر راوباسي شپږ ماشومان او څلور یې نشته دی هغه خو تا نه دي لیدلي که نه هغه خو نشي راسولی په دې کې ځکه سیستم بیا مکمل دېرش ماشومانه کي هغه هم قبلوي خو د یو دېرش نه قبلوي څه چې موږ لیدلي دي هغه باید سیستم کې ورسېږي د 1 کلن نه تر 15 کلنه پورې د ښځې طبقې اووه جنکۍ وي ماشومانو نو اووه دانو کې موږ شپږ لیدلي دي نو دا چې دی دا اتومات دلته دا لاک دی موږ خواته موږ لیکلی شو چې دا ماشومان میش شوي دي دا یو اتومات دلته خپله سیستم یې راسي چې دا ماشومان دا چې شوي دي میش شوي دي دلایل لرو دلته موږ لس دلایل لرو باید هغه دلایل باید پوره کړو که پوره نه کړو نو دا دو ماشومان چې دي دا سیستم نه قبلوي نه اپډیټ او نه قبلوي ځکه وایي د دې دلایل راته ورسوه چې دا څنګه دي بیا تاسو بیا د دې طریقه تاسو کولی شئ خپله د چک لیست اشتباهات هم جوړ کړئ نو مثلا موږ دلیل لرو ټیم ساحې ته نه راغلی دا سفر دی ساحې نه کور لري ساحه کې کور و خو یو دلیل یې دا دی چې په کور کې هېڅ څوک نه چې دا یو ماشوم راوباسي دا به موږ یو ولیکو خب دوم نو اویر نوت اویر یعنی دا خبر نداشتن خبر که نداشتن صفر است چون is not available for vacation طفل حاضر نبود در به خاطر واکسین اینو ما یک میگیریم شاید در سفر باشه و در دیگه جای باشه ریفیجی رد که است صفر است نیوبورن صفر مریض صفر سلیپ صفر ادر دلایل دیگر هم صفر کلشان ثبت شد دو تا طفل داشت ما دو دلایلشان نوشته کردیم یکی پدر یا مادرشان نبود که طفل بکشه و دوم طفل در خانه موجود نبود و این آپشن که هست این سابق ما مانیتورها با خود چی داشتیم بگذاریم ما خود ما واکسین میکردیم واکسین کاریر میده او اگر ما داشتیم اونو دو تا طفل باز اینجا میرسانیم که دو تا طفل توسط ما واکسین شدن ولی فعلا که ما نداریم این صفر میرسانیم و این که هست از کدام تاریخ امی خانواده خبر شدن که واکسین هست یا نیست درست است مثلا از 10 خانه 6 خانه خبر داشت 4 خانه خبر نداشت اینجا میگیریم 4 چون 4 خانه خبر نداشتن 6 خانه خبر داشت از رادیو صفر بود اینجا 3 تا از تلویزیون خبر شده و 3 تا از مسجد خبر شدن این دیگرها که هستن صفر است اینجا اینا نتیجه ما رو میکشن نتیجه ما کور پیش ما که هست خب توتال چیلدرن سین 17 تا طفل ما دیدیم و انگشتشان کمال شده بود 15 دانه بود 2 تا میز داشتیم و 88.24% اونمو کاورج ایوی ماست و دیگر افشانا که هستن این اونمو افشانه هست که در اول برتان میگن که ماجر بودن یا نبودن و تعداد ما اینجا میتونن برسانیم اگر نبود یا 0 نوشته میشه بعد از اون ما همی تکمار که چی میکنیم دیتای ما سابمیت میشه خب وقت میگیرن وقتی که ما سابمیت گفتیم اینجا با ما پس از سر یک چی میکنه یک صفحه دیگر میتن که ما مرور کنیم آیا کدام اشتباهاتی کنه بود اگر اشتباهاتی داشتیم اینمی آپشن مثلا 3 تا اینجا 2 تا نیم اینجا 3 تا اینجا 6 تا این با سرخ میگرده اگر سرخ نبود کلشان سبز بود یعنی دیتا شما تایید است بعد از اون شما که باز تکمار کرده باز یک صفحه میاد بعد از اون ما اینمی 3 نقطه رو کوشش میکنیم که تایید کنیم با خاطر تایید اونم 3 نقطه رو چی میکنیم بعد از اون سابمیت دیتا اونم آپشن اول میزنیم آپشن اول که ما زدیم یکم منتظر میباشیم تا که سبز نشده بود دوباره کوشش کنیم بعض وقت اینترنت کار نمیکنه اینترنت اگر کار کنه یکم منتظر میباشیم غير عن خير